ای خبیثانه که بر اهل سنت به ویژه مهاجرین افغان مقیم در ایران ظلم و استبداد میکنید، بدانید و آگاه باشید که نه شما از آمریکا قوی تر هستید و نه هم از روس ذلیل‌تر و خسیس‌تر و ظالم‌تر هستید. آن دو ابر جنایت جهانی را با یاری و نصرت الله با وجدان و غیرت افغانی ایمان له کرده و درس عبرتی برای همیشه برایشان دادیم. دیگر شما شغالان کی هستید که خود را با افغانها طرف میکنید؟ شما کی هستید که بر اهل سنت به ویژه مهاجرین افغان مقیم در ایران ظلم و استبداد میکنید؟ آیا فکر کردید که آواز دردناک مهاجرین افغان در زیر ظلم و استبداد شما را نمیشنویم و یا گوشهای ما کر شده است؟ گمان کردید که ما حقیقت را نمیبینیم و یا چشمهای ما کور شده است؟ و شما ای جوانان افغان، ای مهاجرین افغان و اهل سنت افغان مقیم در ایران، لایکی